مای سال 2023 در خیتوی نخستین سامیت چین و آسیای مرکزی دایر می شود. در جریان آن پکین می خواهد یک نقشه بزرگ رشد مناسبت‌های بین چین و آسیای مرکزی را با رهبران این منطقه در میان گذارد. در این باره روز 20 مارس سال 2023 رئیس جمهوری خلقی چین سی جین پینگ در برقیه خود به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون خبر داد. سی جین پینگ در این پیام که به مناسبت عید نوروز به همتای تاجیکش فرستاده است، نخست امامعلی رحمون و مردم تاجیکستان را به عید نوروز تبریک گفته از یک قطار توافقات مهم در آخرین ملاقاتشان که ماه سپتامبر سال 2022 در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در سمرقند دایر شده بود نیز یادآور شده است. رهبر خیتوی در ادامه پیام خود همتای تاجیکش را اطمینان داده است که من به گسترش مناسبت‌های چین و تاجیکستان توجه زیاد ظاهر می‌نمایم. سی جین پینگ امامعلی رحمون را برای پذیرفتن دعوت برای اشتراک در سامیت یکم چین و آسیای مرکزی و برای انجام سفر دولتی به خیتوی در ماه سال روان استقبال کرده نوشته است: انتظار دارم که با مقصد پیشبرد همکاری‌های دو جانبه به مرحله جدید ما با شما نقشه بزرگ رشد مناسبت‌های بین چین و آسیای مرکزی، چین و تاجیکستان را مورد بررسی قرار دهیم. تفصیلات دیگر این نقشه بزرگ خیتوی برای آسیای مرکزی نشر نشده است، ولی خیتوی الکی به یک سرمایه‌گذار اساسی کشورهای منطقه تبدیل یافته است. بنا به اطلاعات دریافتی از زیاده 3 میلیارد دلار قرض خارجی تاجیکستان تقریبا نصفش یعنی حدود 1.5 میلیارد دلارش قرض خیتوی است. قرض قرقیزستان از پکین 1.8 میلیارد دلار رقم زده شده. قرض ازبکستان از خیتوی الکی از 4 میلیارد دلار گذشته است و قزاقستان بزرگترین اقتصاد منطقه نیز از این اژدهای آسیا الکی بیش از 10 میلیارد دلار قرضدار شده است. از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها ترکمنستان سال 2021 اعلام کرده بود که تمام قرضهای خیتوی را برگردانیده است، ولی تصدیق درستی این ادعا توسط منابع مستقل بنابر کشور خیلی پوشیده بودن ترکمنستان امکان ندارد. مقامات تاجیکستان قرض و سرمایه‌گذاری خیتوی را برای تامین رشد اقتصاد جمهوری مهم می‌شمارند و از آن استقبال می‌کردند. یک مقام بلندپایه در دوشنبه حتی از پکین تفسیر کرده بود که به فرق از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول برای دریافت قرض‌هایش شرط‌های وزنی نمی‌گذارد، ولی کارشناسان قرض‌های خیتوی را استعماری می‌شمارند و از آن بیم دارند که اگر فردا کشورهای آسیای مرکزی این قرض‌ها را برگرداندن نتوانند، مجبور می‌شوند بخشی از استقلالات خود یا حتی قسمی از قلمروشان را در اختیار این اژدهای آسیا بگذارند.